عزیز جون، آهنگ محلی مازندران در آواز بیات اصفهان. علامت‌های مایه نما در این قطعه سی بمول، می بمول و فا دیز در نظر گرفته شده. بنابراین دانگ هایی که استفاده شده در این قطعه دانگ ر، می بمول، فا دیز، سل. این دانگ در موسیقی ایرانی وجود نداره و همون تغییر یافته دانگ ر، می کرون، فا دیز، سل دانگ چهارگاه هست که ما اومدیم می بمولش تعدیل کردیم. وقتی بخوایم با سازهای کلاسیک غربی مثل ساز پیانو بیات اصفهان را اجرا کنیم، با توجه به اینکه نوت می کرون در اون سازها وجود نداره، مجبوریم از می بمول استفاده کنیم. در اینجا هم همچین اتفاقی افتاده و این می بمول جای می کرون رو گرفته. دانگ بعدی سل، لا، سی بمول، دو دانگ دشتی هست و دانگ آخر دو، ر، می بمول، فا. بنابراین ما میتونیم این قطعه رو با فواصل چهارگاه یعنی ر، می کرون، فا دیز، سل استفاده کنیم. بیات اصفهان سل هست. کوکمون در این قطعه دو، سل، ر، دو تا سیم بالا رو ر کوک کردیم. قطعه در وزن 6/8 هست. میگیم سل سل سی سی لا سل سل لا سل فا سل سی سل لا سل فا سل ر می فا می ر دو سی دو ر می ر دو سی لا سل سل سی سی لا سل سل لا سل فا سل سی سل لا سل فا سل سی سی ر ر دو سی سی دو سی لا سی ر ر سی دو سی لا سی 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 ر ر دو سی سی دو سی لا سی ر ر سی دو سی لا سی سل سل سی سی لا سل سل لا سل فا سل سی سل لا سل فا سل سل ر ر ر ر ر سل ر سل ر ر ر mi fa mi re do si do re mi re do si la sol si si la sol sol la sol fa sol si sol la sol fa sol si si re re do si do si la si re re si do si la si 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 re re do si do si la si re re si do si la si si sol si la sol sol la sol fa sol si sol la sol fa sol. فرم این قطعه رو میتونیم آ، آپریم، آ، بی، آ، آپریم، آ در نظر بگیریم. سل سل سی سی لا سل سل لا سل فا سل سی سل لا سل فا سل. این میشه جمله اول ما. با یک گذر فروشو میخوایم بریم به یک هنگام بمتر. ر می فا می ر دو سی دو ر می ر دو سی لا و جمله رو دوباره یک هنگام بمتر اجرا کنیم. سل سل سی سی لا سل سل لا سل فا سل سی سل لا سل فا سل. این گذر فروش رو از دانگ دشتی ر، دو، ر، می بمول، فا حرکت میخواد بکنه بیاد به دانگ دشتی سل، لا، سی بمول، دو. به خاطر همین فا رو به کار میکنیم و از آفتک ضرب بالا شروع میشه. یعنی بعد از اینکه گفتیم سل لا سل فا 1 2 3 4 ر می فا می ر دو، از پنجمی ر رو شروع میکنیم. سل لا سل فا سل 2 3 4 5 6. مزرعا راست چپ راست چپ راست چپ راست چپ راست چپ راست چپ راست چپ. بعدی همون جمله اوله، به خاطر همین بهش میگیم آپریم چون 1/3 بالاتر اجرا میشه. سی سی ر ر دو سی سی دو سی لا سی ر ر. اینجا یک دگرسازی ریتمیک صورت گرفته. به جای اینکه بگیم سی دو سی لا سی ر، اومده گفته سی دو سی لا سی ر که اینجا میدونیم نوت سی اول 1 و 2 هست، ر 3 و 4 و ر آخر هم 5 و 6. بنابراین پا یا
یا ضرب دوم ما در نیمه نوت دوم یا همون ر قرار میگیره. سی دو سی لا سی ر سی دو سی لا سی دو سه چهار پنج شش. همین جمله یک اکتاف یا یک هنگام بمتر اجرا میشه. سی سی ر دو سی سی دو سی لا سی ر سی دو سی لا سی. در پایین سول از سیم زرد با انگشت اول و ر با انگشت دوم از سیم اول میومد. ر هم که هست و همه با هم به صدا در میان. در بالا ر رو که بگیریم کافیه، چرا که سول رو داریم، ر هم که داریم. ر سی دو سی لا سی. بعد میایم پایه رو اجرا میکنیم. سول ر اینجا انگشت دوم سول، سیم اول ر با انگشت اول از سیم دوم. سول ر ر ر ر ر ر ر سول ر. راست چپ راست راست چپ راست راست چپ راست راست چپ راست. و بعد سول انگشت دوم و ر هم انگشت دوم. سول ر ر ر ر ر ر ر ر که بتونیم پاساژ رو انجام بدیم. راست راست چپ راست چپ. دوباره سول ر ر ر ر ر ر سول ر سول ر ر ر ر سول ر سول ر. اینجا دوباره سول انگشت دوم سیم اول، ر انگشت اول سیم دوم. سول ر ر سول ر ر سول ر ر سول ر. راست چپ راست راست چپ راست راست چپ راست راست چپ راست. سول ر سول ر سول ر سول ر سول ر سول ر. اینجا دیگه راست چپ راست چپ راست چپ راست چپ راست چپ راست چپ. و دوباره برمیگردیم از ابتدا تا جایی که نوشته فینه و پایان بخش قطعه هست. چون در این قسمت نوشته دا کاپو آل فینه، یعنی از سر تا جایی که فینه، برمیگردیم از ابتدای قطعه میزنیم تا جایی که نوشته فینه و تموم میکنیم قطعه رو. یک طور با سرعت 116 اجراش میکنیم. 1 2 3 4 5 6. عزیز جون در نشان حل بلا